21 دکامبر سال 2022 تخمیناً ساعت 23:00 دقیقه راننده автомашини тамғаи لکسوس گلوف عمر سنگلیویچ سال تولدش 1995 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در حدود دهه آب شفای نوئه رودکی از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سیمچوب کنار راه برخورده است. در نتیجه در داخل автомашین سوختار به عمل آمده خود راننده گلوف و مسافرانش سمدوف قاسم جان سال تولدش 1990 ساکن نویه مذکور و یک نفر شخصیتش نامعلوم جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. مسافر دیگر автомашین مذکور یوسف و سلامت سال تولدش 1959 ساکن نویه مذکور جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 29 ساله ساکن شهر استرافشان همچون گمانبر در معاملات غیر قانونی مواد پیراتکنیکی دستگیر کرده شد. هنگام گفتگو شخصی از او 24,000 مواد پیراتکنیکی دریافت و گرفته شد. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 199 علاوه یک قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.